درآوردن آب زنا موقع ارگازم خیلی جذابه، خیلی تحریک کننده و شهوانیه، اما خیلی کم پیش میاد. اصلا انگشت شمارن زنایی که موقع ارگازم اسکوئرت رو تجربه بکنن، توی ارگازمشون اینقدر لذت ببرن که انزال داشته باشن و برون پاشی داشته باشن و آبه که داره میپاچه به در و دیوار. پس بی خیال ولش کن، اصلا تلاش نکنیم در موردش. نه واقعا نه، چون در آوردن انزال زنا قلق داره، باید قلقش رو بلد باشی. اگه قلقش رو بلد باشی بدون استثنا میتونی با هر زنی که میخوابی بدون استثنا توی تمام موارد سکس انزال و اسکوئرت رو تجربه بکنی و اینجوری میشه که زن وابسته رخت خوابی میشه که تو توش باشی. همراه من باش، چون قراره توی این ویدیو بهت یه تکنیک فوق‌العاده عالی رو یاد بدم که اگر درست انجامش بدی بدون استثنا تو تمام موارد رابطه جنسی میتونی اسکوئرت خانوم رو تجربه بکنی. ممنون میشم که لایک کنی و اگر برای اولین باره که وارد کانال من شدی ازت میخوام سابسکرایب کنی و بشی رفیق شیشتنگ من. سلام رفیق جان، من فرانک عاقبتی هستم، اینجا ماما کلابه. به ماما کلاب خوش اومدی. اینجا قراره کلی مطلب خفن و درجه یک در مورد رازهای نگفته زندگی جنسی با همدیگه یاد بگیریم. ماما کلابیا میدونن که رابطه جنسی و یاد گرفتن نکته‌های ریز در مورد روابط جنسی تابو نیست، نیاز همه آدم است. چرا دوست داریم یه زن اسکوئرت رو تجربه بکنه؟ چون که دیدن صحنه برونپاشی یک زن و آبی که داره بیرون میاد برای آقایون فوق‌العاده لذت بخشه و خیلی اروتیک و جذابه. من یه نظرسنجی قبل از این ویدیو گذاشتم، اگر بری نظرسنجی رو تو قسمت کامیونیتی کانال ببینی میبینی که اکثریت جواب دادن که خیلی لذت بخشه، که میبینی داره لذت میبره و این آب خارج میشه. از طرفی یه زن زمانی که به ارگاسم میرسه میتونه ادا در بیاره که به ارگاسم رسیده. اون حرف ها رو، اون نفس زدن ها رو، اون حالت ها رو میتونه ادا در بیاره، برای اینکه حالا سکس زودتر تموم بشه یا اینکه جلو آقا کم نیاره یا هر چیز دیگه ای میتونه ادا در بیاره. شاخصه خاصی وجود نداره که بگه دقیقاً این زن داره الان به اوج لذت جنسیش میرسه و به ارگاسم رسیده. اما اسکوئرت کاملا واقعی، فیک نیست. کسی که به اسکوئرت میرسه، به برونپاشی و انزال میرسه، حتما باید ارگاسم رو طی کرده باشه بعد برسه به اسکوئرت. اسکوئرت بهت نشون میده که کارتو درست انجام دادی و زن رو تونستی به اوج نقطه شهوانیش برسونی. یعنی میشه گفت اسکوئرت یه مهر تاییدیه برای اینکه خانوم از رابطه جنسیش یه لذت فوق‌العاده‌ای رو تجربه کرده. به خاطر همینه که اسکوئرت یا انزال زنانه یه گوهر نابه برای مردا، که البته خیلیاشون بلد نیستن به این گوهر ناب دست پیدا بکنن، اما امروز من به همه یاد میدم که چجوری خیلی راحت این گوهر ناب رو تو چنگشون بیارن. منشأ آبی که توی اسکوئرت یا انزال زنانه داره خارج میشه از غدد اسکینه. غدد اسکین یه سری غدد ریزی هستن که تو مجرای ادرار خانومه و خیلی 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 نزدیک به نقطه جی خانوم هستش. به این غدد اسکین غدد شبه پروستات هم میگن. چون که این غدد اسکین خیلی نزدیک نقطه جی هستن، میشه گفت شاه کلید اصلی رسیدن به اسکوئرت تحریک نقطه جیه. اگه نقطه جی خیلی خوب تحریک بشه میتونه این غدد رو وادار به تولید مایع و خروج مایع بکنه. ببین اگه بخوام خیلی مثال راحت تری برات بزنم، اسکوئرت قله است و ارگاسم کوهپایه است.
کسی که میخواد به قله برسه باید این کوهپایه ها رو رد بکنه. یه زن میتونه به این کوهپایه و ارگاسم برسه اما نره به این قله برسه، فقط تو ارگاسم بمونه، تو این کوهپایه بمونه. اما زنی که به این قله رسیده، این کوهپایه رو رد کرده، ارگاسم رو رد کرده، رسیده به یه مرحله بالاتر به اسم اسکورت یا برونپاشی یا انزال زنانه. گرفتی چی میگم؟ حالا یه لایک خوشگل مهمونم بکن و ادامه ویدیو رو ببین تا بهت بگم چطور زن رو از این کوهپایه برش داری و خیلی سریع برسونیش به این قله. اون وقته که آبه که میپاچه به در و دیوار. رسوندن زن به اسکورت یه سری مراحل داره که تو باید مرحله به مرحله این کارهایی که بهت میگم رو دقیق و درست انجام بدی. مرحله اول محیطه. محیط نقش خیلی پررنگی برای لذت بردن به ارگاسم رسیدن و به اسکورت رسیدن یک خانم داره. یعنی میشه گفت اسکورت یک خانم تا حد خیلی زیادی وابسته به محیطه. پس محیط رو آماده کن. محیط باید آروم باشه، محیط دلچسب زن باشه، یه جایی که اصلا ازش خوشش نمیاد نباشه، جایی باشه که دوستش داشته باشه، احساس راحتی توش بکنه، سر و صدا زیاد نباشه، غذا رو گاز نباشه، کار خاصی نداشته باشه. اگر یه بچه یا والدی اتاق کنار خوابیده یا خانوم قراره که بعد از سکس یه کار اورژانسی رو انجام بده یا اینکه یه بحث و دلخوری بینتون پیش اومده و ناراحتین از همدیگه، انتظار نداشته باش که خانوم اسکورت رو تجربه بکنه. محیط درست یعنی زمان درست و مکان درست. مکان درست رو اگر توی زمان درست مهیا کنی قطعاً میتونی اسکورت خانم رو هم تجربه بکنی. انتظار نداشته باش که توی یه سکس اورژانسی خانم حتی به ارگاسم برسه، چه برسه به این که بخواد اسکورت رو هم تجربه بکنه. براش وقت بذار، مطمئنش کن که به اندازه کافی براش وقت داری. یه پیشنوازی عالی همراه با ماساژ واژن فوق‌العاده تحریک کننده براش انجام بده. اگر نمیدونی، بلد نیستی که چطوری واژن رو یه ماساژ تحریک کننده عالی بدی، این ویدیو رو حتما ببین، چون توی این ویدیو جز به جز بهت یاد دادم که چجوری ماساژ واژن رو انجام بدی و یه خانوم رو فوق‌العاده تحریکش بکنی. مرحله بعدی اینه که خانوم قبل از شروع سکس سرویس بهداشتی بره و ادرارش رو تخلیه بکنه. وقتی که خانم ادرارش رو تخلیه میکنه باعث میشه موقع اسکورت کاملا خودش رو رها بکنه و مطمئن باشه که این ادرار نیست و به راحتی اجازه خروجش رو میده. مورد سوم اینه که یه حوله یا یه دستمال جاذب با آب کنار دستتون باشه، چون زمانی که اسکورت اتفاق میفته ممکنه که لباستون و یا حتی تشکتون خیس بشه و اون حوله و دستمال جاذب آب به کارتون میاد. البته که تو 99% موارد حجم مایع اسکورت در حد چند سیسی بیشتر نیستش و قرار نیستش که آب بپاچه به در و دیوار و همه جا رو خیس بکنه. اما من توصیه میکنم که از این دروشیتایی که توی داروخونه ها هم میفروشن، یک صفحه های بزرگی هستش که جاذب آب، پتهای بزرگی که روی تخت پهن میشه، جاذب آب هستش و از اون طرفش هم نم پس نمیده. زیر خودتون پهن بکنین و با خیال راحت خودتون رو رها بکنید و اسکورت رو تجربه کنید. مورد بعدی اینه که خیالش رو راحت بکنید. ببینید یه بخشی از ذهن خانوم ها همیشه درگیر اینه که نکنه ادرار باشه، نکنه بدش بیاد، نکنه حالشو بد بکنم، نکنه باعث خجالت بشه و همین باعث میشه که خودش رو به راحتی رها نکنه و اسکورت اتفاق نیفته. اما تو باید خیالش رو راحت بکنی و بهش بگی که چه ادرار باشه، چه نباشه و چه اسکورت باشه، چه نباشه، این خروج مایع، همین که میبینم داره مایع خارج میشه، به من حس خوبی میده و باعث میشه که برام لذت بخش باشه. همینطور برای تو هم خروجش میتونه لذت بخش باشه.
و بهش بگی که این مسئله اگر اتفاق بیفته برات به شدت هیجان انگیز و تحریک کننده است. یه چیز دیگه ای که ذهن خانم ها رو درگیر میکنه اینه که ممکنه من به اسکوئرد نرسم و همین باعث سرخوردگی خودم و پارتنرم بشه. اینجا هم باید خیالش رو راحت بکنی که چه اسکوئرد اتفاق بیفته چه اتفاق نیفته چیزی از ارزش‌های ما کم نمیکنه، چیزی از لذت این رابطه کم نمیکنه و همین که ما با هم رابطه داریم کاملا برای دوتایمون لذت بخشه، چه اسکوئرد اتفاق بیفته چه اتفاق نیفته. و بهش بگی که ما تلاشمون رو میکنیم اما اگر اتفاق نیفتاد چیزای لذت بخش تر دیگه ای هم توی رابطمون هست که بخوایم بهشون توجه کنیم. پس بهش اطمینان رو بده که استرس و نگرانی بابت ادرار بودن مایع اسکوئرد و اصلا اتفاق نیفتادن اسکوئرد نداشته باشه. کار چهارم اینه که باید به اندازه کافی زن تحریک شده باشه. اگر پارتنر تو یک زن مولتی ارگاسمه، یعنی در طول یک سکس چند بار ارگاسم رو تجربه میکنه، تایم خیلی خوبیه که تلاش بکنی برای دیدن اسکوئرد. اما اگر نیست باید به اندازه کافی تحریکش بکنیم. تحریک کردن هم به معنای این نیستش که تو 10 دقیقه یه رو زمان بذاری و بگی تحریکش کردم. نه، 20 دقیقه، گاهی 40 دقیقه، گاهی 1 ساعت باید وقت بذاری به اندازه کافی تحریکش بکنی، به اون سطح برسونیش تا بتونه اسکوئرد رو تجربه بکنه. و توی این مسئله، توی این مدل تحریک کردن قطعاً تو نباید زود انزالی داشته باشی. باید مطمئن بشی که نقطه جی خانم تحریک شده. نقطه جی رو از کجا میفهمی که تحریک شده؟ ببین زمانی که نقطه جی تحریک میشه پر خون میشه، برجسته میشه. وقتی که لمسش میکنی یه برجستگی که حالت بافت اسفنجی مانند داره که لمسش با لمس بقیه واژن کاملا متفاوته رو حس میکنی. اونجاست که متوجه میشی که نقطه جی تحریک شده. وقتی که نقطه جی تحریک شده باشه حالا وقت عمله و وقت زدن ضربه نهایی برای اسکوئرته. حالا حرکت اصلی چیه؟ حرکت اصلی یا ضربه نهایی که 100% باعث برونپاشی زن و خروج آب زن موقع ارگاسم میشه اینه که شما 2 تا انگشتت رو داخل واژن میکنی، به این صورت داخل واژن میکنی، حالت خمیده به جلو داشته باشه و نقطه جی رو تحریک میکنی، مثل حالتی که come here بیا اینجا، به این صورت تحریکش میکنی. چند حرکت که اینطوری انجام دادی حالا با ضربه های کوچولو به نقطه جی میزنی که بیشتر تحریک بشه. در همین حین که داری این حرکت رو انجام میدی حالا میتونی با شستت هم در واقع کلیتوریس رو تحریکش بکنی که این تحریک رو بیشتر میکنه. زمانی که داری این کار رو انجام میدی باید حواست 6 به علائم ارگاسم باشه. علائم ارگاسم مثل نفس زدن، انقباضای ریتمیک کف لگنش یا برافروختگی و گر گرفتگی و صداهای جنسی که تولید میکنه، اینا همش در واقع میشه علائم ارگاسم. زمانی که علائم ارگاسم رو دیدی حالا باید نوع حرکت دستت رو تغییرش بدی. چجوری تغییرش میدی؟ ببین زمانی که تو داری کام هیر رو انجام میدی از مچت استفاده میکنی و این حرکت رو انجام میدی. اما وقتی که علائم ارگاسم رو دیدی حالا باید از سمت بازوت با حرکت تندتر و سریعتری این حرکت رو انجام بدی. این حرکت رو اگر به درستی بتونی انجامش بدی در عرض چند ثانیه میتونی شاهد اسکوئرت خانم باشی. این حرکت خیلی جوابه، حتما امتحانش کن. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره برای اینکه اون سکس و اون ارگاسم و اون اسکوئرت برای خانم
فوق‌العاده لذت بخش باشه و لذتش هم ماندگار باشه اینه که بعد از اینکه خانم به اسکورت رسید حرکتت رو قطع نکنی، ناگهانی به هیچ عنوان حرکتت رو قطع نکنی. باید آهسته آهسته سرعتش رو کم بکنی و بعد قطعش بکنی. خانم ها از اینکه یهویی این حرکت متوقف بشه متنفرن. حتما برو امتحانش کن و لذتش رو ببر. مرسی که همراه هم بودی. خدا نگهدار.